بیا چمدون مهاجرت رو ببندیم. ای پرنده مهاجر. صبر کن، این آهنگ برای فرودگاه، نه اینجا. چمدون بستن رو شروع میکنیم. انتخاب لباس. چند تا لباس مختلف مناسب آب و هوای کشوری که دارم میرم رو انتخاب میکنم. چرا خدا جاشو. انتخاب کیف و کف. یکی دو تا کیف و کف شدم با یه خونگی و برای سرویس فلاشی برمیدارم. این همه راه منو میبری چین که داخل دستشویی باشم؟ انتخاب لوازم بهداشتی. تعداد خیلی کمی از لوازم آرایشی و بهداشتی که تو کفش براتون نوشتم برمیدارم. انتخاب دارو. داروی کشورهای دیگه دوتاشون خیلی کارینه، برای همین چند مدل مختلف که بدون کدئین با نسخه برمیدارم. واقعا فکر کردی دست من در امانی؟ انتخاب لوازم تحریر. چند تا از دفتر و خودکار و باکسای نزدهنده که وزن کمی دارن رو برمیدارم. انتخاب ظرف و ظروف. لیوان، قاشق، خوشقا و یه دونه دیگه کوچولو رو میذارم تو چمدون. انتخاب خوراکی. میدونم اونجا خوراکی زیاده، ولی خب چند تا رو برای که بوی وطن رو فراموش نکنم میبرم. وطنم. پاسپورت و مدارکای مهم و شارژر و گوشی و کلا هر چی که باتری داره رو توی کیف همراه هم میذارم. و آخرین چیز قرآن. بالاخره همه چیز جمع شد. تو کامنت ها بهم بگید چی رو یادم رفت ببرم. قسمت بعدی توی فرودگاه.